به آقا پترام چطوری؟ خوبی؟ آماده برای مصاحبه؟ بریم آقا. خب سلام پترام چطوری؟ خوبی؟ مرسی که اومدی. چه خبرها؟ همه چی خوبه؟ اول از چیزی مبارک باشه پدر شدی. بچت اومد دنیا آخر سر دیگه دنیا اومد. چالش پرواز و اینا بالاخره. آره واقعا اذیته. قشنگ اذیت شدی. خیلی اذیت شدیم فیلم بزن. اول خودت زد بگو ببینیم اول بچه‌ها بدونن که تو کی هستی. هستم تقریبا 6 سال و نیم کانادا از تورنتو هستم. 4 سال توی شهر واترلو بودم. نگاه. یه 90 کیلومتری تورنتو. بعدش هم الان 2 سال خورده هم از سپتامبر 2 سال پیش اومدم تورنتو. خب ما رو تصمیم گرفتیم که تو بیای تو برنامه‌مون در مورد این موضوع بگیم که میدونم قرار بود که بچه دنیا بیاد و پدر مادرت میخواستن بیان، تو برنامه ریزی کرده بودی که بیان اینجا ولی خب مشکل داشتی برای اینکه بلیط‌های کنسل میشه و چالشایی داشتی. من حالا تکمیل کردن حرفتون منم پدر مادرم داشتن از اینجا میرفتن ایران. منم یه دوست دیگه بود. آره موضوعی که با الان همه داشتن، همه میگن خب که حالا کنسل شد دیگه. تو داری توریستی میای، تفریحی میای، حالا کنسل شد، یه هفته 2 هفته جابجا میکنی، اوکی مشکلی نیست. یعنی اینکه واسه یه شرایط خاصی برنامه‌ریزی کردی که مثلا پدر مادرت اینجا باشن یه خورده سخت میشد این مسئله. دقیقاً چیز عجیبی بود. ما برنامه‌مون این بود که بچه قرار بود که 19 اکتبر دنیا بیاد. که مثلا پدر مادرم 4 اکتبر بلیطشون گفتیم مثلا 2 هفته قبل اینکه بچه به دنیا بیاد بیان اینجا و مثلا قایسه این جا بریم ببرنشون نشونشون بدم که نشد متاسفانه و اینکه همش درگیر بلیط و کنسلی و حالا هی زنگ بزن کنسل شد، استرس ما استرس اونامون و قبلش باید اول بگو چه تاریخی اول از همه بلیط گرفته بودی؟ بلیط واسه 4 اکتبر بود. از اینجا گرفته بودی از اینجا گرفته بودم. خب بعد چی شد 4 اکتبر کنسل شد؟ 4 اکتبر 2 روز دقیقاً 2 روز یا 3 روز قبلش بود که حمله رو شروع کرد و اینکه تمام پروازا کنسل کرد. اول پرواز با اتریشی بود. یعنی تهران اتریش تورنتو. بعد کنسل شدش که تهران استانبول فرانکفورت تورنتو. واو. بعد دوباره اینم کنسل شد، دوباره افتاد به تاریخ دیگه با همین پرواز. خب بعد اینکه کنسل شد تو پولی دادی اضافه؟ نه بابت این پولی ندادم. بعد آخر سر که کلا کنسل شد یه پرواز مونده بود فلای دبی، تهران دبی تورنتو که ما مجبور شدیم حدود $3200 دیگه اضافه بدیم به علاوه اون پولی که داده بودیم. یعنی اولیه چقدر؟ $3600 بر 2 نفر. واسه 2 نفر رفت و برگشت که به علاوه این سه تقریبا $6800 شد دیگه. واو. یه سفری که شاید مثلا با 2.5 میشد جمعش کرد 1800 $1,800 بود دیگه نفر دقیقا که بابت این اتفاقا تقریبا دوبل شد. و خب بچه چی شده؟ بچه گفتی صبر کن الان دقیقا یه شب تو خونه افسرده بودم، نشستم باشه حرف زدم، گفتم بابا جان یه دقیقه وایسا به دوازگی بیاد بچه‌ش چالشش شده واسه من. دقیقا خیلی جالبه که ما رفتیم دکتر، دقیقا همون تاریخ رفتیم دکتر گفتش که هنوز تایمش نرسیده و اینکه بچه دقیقا 8 روز بعدش به دنیا اومد و خانواده من 23 اکتبر رسیدن به جای 4 اکتبر. یعنی 19 روز بعد از اون تاریخ. خانمت چی میگم که استرس نداشتی؟ استرس که خیلی داشتیم دیگه. تو من اینجوری که آخه تو خون سرد قیافت آخه. نه منم خیلی استرس داشتم، همش نگران بودم این وقت مثلا کیسه ها پاره نشه یه وقت، چون کسی هم نداشتم اینجا دیگه، مجبورم برم سر کار بیام و اینکه همش استرس بود. بچه اول هم بود تجربه هم نداشتم دقیقا که حالا خدا رو شکر انجام شد
بعد ماماینا مثلا خب خودشون چی اونا چه چیز اونا خیلی داشتن؟ ناراحت بودن. خب نوه اول بود بالاخره دوست داشتن موقعی که به دنیا میاد اینجا باشن. خیلی شرایط بدی بود در واقع، یعنی اینکه خب خیلی سخت بود واسه هر دو طرف، هم اونا استرس هم ما استرس، هم ما نگران اونا نگران، و اینکه خب ضرر مالی دوبل در واقع دیگه. من حالا تا اینو متوجه نشدم، تو الان یه درسون بلیتی کنسل کردی؟ یه بلیت نه اون کنسل نشد، مجبور شدیم به علاوه اون یه پولی پرداخت کنیم که این بلیت باطل نشه. خب پالیسی یعنی چی جوری بود؟ پالیسی رو توضیح میدی؟ پالیسی که وجود داشت این بود که میگم آقا شما این بلیط رو داری، ما میتونیم اینو برات با ترکیش و لوفتانزا برات اوکیش کنیم، نمیتونیم اماراتش بکنیم برات. اگه میخوای اماراتش کنیم ما پول اضافه بدیم. از آژانس گرفته بودی؟ از آژانس گرفته بودم. یه آژانس اینجا هست از اینجا گرفت. یه آژانس رفته بودی؟ آره اینجا خب قبلا هم بلیط گرفته بودم، خودم رفته بودم ایران، خانمم رفته بود ایران، ازش بلیط گرفته بودم، آدم معتبری بود. بالاخره شرایط دیگه. اصلا بخوای پیشنهاد بدی به آدما، پروسه‌ای که گذشت میدونم استرسش برای تو خیلی زیاد بود، چون من هفته زنگ زدم پدرام چطوری؟ چی شد؟ نشد. هیچی نشد. یه بار یادم یه دونه بلیطم بهت گفت تو ترکیش بعد برن یه عالمه بمونن. ببین یعنی یه جور تصمیم شد که اصلا با یه پرواز ایرانی برن استانبول، چمدون رو تحویل بگیرن، دوباره چمدون رو تحویل بدن. به تحویل بگیرن یعنی پارت برن. مستقیم نشه پرواز. میدونم ترکیش هم 2 تا فرودگاه داره ترکیه. آره دیگه میرن این اصلیه دیگه بزرگه دیگه، اون یکی نمیرن. آخه بچه‌هاسی هم آسمون ایران بسته شد، هم ایرانی رو ماهانم اونم تحریم شد. اصلا کلا و بچت مثلا روزی که بعدا بزرگتر شد بعد پیش بگم با چه مکافاتی. آره بگو کل دنیا رو به هم ریختی. اصلا سیستم عجیب غریبی بود برات. بعد تو حساب کن خب دلشوره این جنگ هست. آقا حالا هواپیما بلند شد نزنن دوباره. سالم یعنی اینا تا از تهران راه افتادن رسیدن دبی 1000 راه ما رفتیم. اولی هم مثل اینکه همون دبی بود، یعنی امارات زودتر از همه راه افتاد پروازات. امارات نبود، فلای دبی بود. فلای دبی بود. امارات هم نمیرفت، فقط فلای دبی. یا اینکه مثلا چی یا پگاسوس میگرفتی میرفت ترکیه، دوره هی تحویل بگیر بعد فکر کن با این همه 6 تا چمدون و اینا تو بعد تحویل میگرفتی تحویل میدادی. بعد خب این که خیلی بد بود، چون اصلا اجازه نمیدادن که شما انقدر بار با خودت برداری بیاری، اصلا اجازه نداشتی. آره حالت 2 تا چمدون هم هست، چون 2 تا چمدون هم نفری 2 تا چمدون 2 تا کریان با کولی، یعنی 7 تا در واقع ساک میشه. تحویل نمیگیره ازت، بعد مثلا اونجا ما دوباره اضافه بار بدی. آره چیزی خب استرسش خیلی بد بود دیگه، اعصاب خوردی واسه هر دو طرف. آره بعد باز خدا رو شکر که این گرهه برطرف شد و آره حالا ما برعکس شما، ما مادر برگردن ایران. داستان مال ما اینجوری بود که قرار بود تاریخی که میخواستن برن 21 اکتبر بود و 3 نوامبر بود. آره 21 اکتبر بود، بلیط رو گرفته بودیم دقیقه 90 فکر کنم مثلا یه روز مونده ایمیل اومد کنسله. خب مادر پدر منم آماده که برم، همه وسیله جمع. بعد با قطر میدونی که قطر مشکل اصلی که اینجا داره توی تورنتو، توی دوبه، توی مونتریال دفتر نداره و تو اینجا نداری که بری مثلا مثل آژانس حضورم با یکی صحبت کنی، میگه یا چت ایمیل هم نیست، یه چتی داره، یه ربات باش چت میکنه، نفره یه جایی از دنیا آنلاین میشه باش بس صحبت کنی یا تلفن بزنی تو قطر یا یه جایی که با کسی که تو قطر الان کار میکنه 2 ساعت هم پای تلفن رو درگیری 1000 تا سوال میپرسه و تغییر میده. من صبح همیشه تو مشکل این شکلی بود بعد هی زنگ میزدی هی تغییر بدی با آژانس باز میگم یه نفری بود. حالا اون بنده خودم فقط من نبودم این مشکلی که تو فکر کن اون طرف بعد 200 نفر رو جواب میداد در روز، چون آژانس دیگه فقط من یه نفر که نبودم. بهش زنگ زدم بنده خدا
میگه آقای کیان شما که فقط نیستی که من در روز بعد 100 نفر مثل شما رو جواب بدم. خب منم حق میدادم به اون بنده خدا. آره تا خب ما تو اورژانسی بود. اورژانسی بود و اینکه خب اون بنده خدا هم که مشکلی نداشت، یعنی مشکل از طرف آژانس هم اون مشکل از طرف اتفاقاتی که افتاده بود. آره از اون هم نمیشد خورده گرفت. یعنی بعد صبر می‌کردی دیگه. چاره نبود. ما شما آژانس بود در یه نفری یک جواب تلفن. آره یه نفر فارسی زبان جوابتو میداد. ببین من هر روز وصل می‌شدم، صبح به صبح خواب پا می‌شدم، چت می‌کردم، یکی جواب میداد. چت می‌کردم یکی. دوباره هی توضیح بدید. هر روز صبح من حفظ شده بودم. سوالای تکراری، کی میره، کی میاد، کی گرفته و بذاریم پرواز کنیم. پرواز رو کنسل کردیم، یه دونه جایگزین دادم. جایگزینه شد برای 31 باز میشه اکتبر. بعد گفتیم خب 31 اکتبر میشه. 31 اکتبر خوشحالیم، معاینه باز دوباره چمدونا رو بستن و خب میدونی باز هی بسته بودن، دوباره بستن آماده شدن برن، دوباره 48 ساعت قبلش گفتم آسمون ایران بسته شده دیگه نمیره. بابا یعنی چی؟ من تو یک روز 15 نفر چت کردم. داستان رو واسه 15 بار هم توضیح بده برای 15 بار توضیح دادم. حالا ببین چه اتفاقی افتاده بود. کسی که بلیت ما رو از بلیت اول به دوم تغییر داده بود، اطلاعات اشتباه وارد کرده بود و چت به من میگفت چیزه شما اطلاعاتت اشتباهه. یعنی چی اشتباهه؟ نمیگفت 5 تا اطلاعات میگرفت، اسمش چیه، فامیلیش چیه، شماره پاسپورتش که کی بلیت گرفتین و از اون برم بلیت چیز بوک نامبرتون چیه. میگفت اشتباه. بعد من یک روز 15 بار، یعنی با 15 آدم مختلف از ساعت 8 صبح تا ساعت 2 بعد از ظهر هی توضیح میدادم، یارو میگفت نمیتونم بگم، هی میگفت نمیتونم بگم. آخر سر چیکار کردین؟ آخر سر نمیشد. آخر سر روز که توی مهمونی بودم گفتم پروازها باز شده. دوباره من تو وسط مهمونی داشتم چت باز کردم. چت باز هم داشتم، آدم اصلا وسط دارم میرقصم، من این وسط داشتم چت میکردم. بعد این دفعه دیگه گفتم بذار یه جور دیگه میگم. گفتم من اسم پدرم گفتم آقا من اینم، بلیت منو عوض کن. بعد گفت خب شماره ایمیل. گفتم من ایمیلمو فقط دارم، میدونستم ایمیلمو. بعد یارو گفت پاسپورتتون شمارهش اشتباهه. گفتم من پاسپورت خودم میدونم یا تو که اون پشتی. خیلی دیگه بد باشون حرف زدم. نه دیگه فاصله خود میشه دیگه. بعد یارو شروع کرد که چیزه پاسپورت عوض کردن، همه چی عوض کرد. نفر قبلی دیتا رو اشتباه وارد کرد. حالا بلیت صادر شده، ان شاءالله برای 7 نوامبر ببینیم چی میشه. کانفرمی گرفتی؟ آره بلیت برام صادر کرده، پرینت کردن، حالا امیدوارم با تفاوتی که نداره. نه قطر یه پالیسی داره برعکس مال اروپا و امارات. چیزی که من خوندم قطر هر چقدر بخوای میتونی تغییر بدی، ولی امارات و مال اروپا و ترکیش نوشته بود که میتونه کنسل کنه، پولش رو بده و اگه بخوای بعد پول اضافه تر بده، چون اینا نمیخوان از نوامبر رد شه، میرن تو های سیزن دیگه. های سیزن بلیطا گرون میشه، نمیخوان بلیط بدن، ترجیح میدن پول رو پس بدن. بله اتفاقا یکی از دوستامون میخواست بره ایران، گفت برام بلیط چک کن، مثلا برای 3 ژانویه برای چک کردم مثلا بود $2000 رفت و برگشت، مثلا واسه 23 دیسمبر برای چک کردم شده بود $4700. خیلیه دوبل بیشتر. دقیقاً اصلا های سیزن دیگه. آره های سیزن میشه اصلا اینجا کلا بلیطا. آره خب تعطیلات دیگه، بالاخره 2 هفته تعطیلاته، یه سه جا 2 هفته است، یه سه جا 1 هفته است بالاخره. حالا فکر کنم الان دیگه باز شده. آره دیگه همه باز شده. لوفتانزا که تا آخر ژانویه فکر کنم اصلا نمیاد. اروپا که کلا دیگه تحریم شد، بیخیال شد. فکر میکنم اتریشی فکر کنم از دیسمبر اینا را بیفته. ترکیش اینا فکر کنم ترکیش که داره میره الان. و قطر هم که 8 قطر و امارات و 8 یا 5 اولین پروازشه. من قطر میره فعلا مثل که یعنی واقعا مملکتی که قرار بود کانکشن بین آسیا غربی و اروپا باشه الان شده کاسه چک کنم نسو گرفتیم. دقیقا توی مایه باشه که چیزه یا بزن یا بزن پرواز کنیم. ما که فامیلامون توی
لندن دکتره، این اومده که پدر مادرش رو ببینه، بعد چیز داشت، مریض داشت، یعنی بعد اون تاریخ مریضاش میومدن. بنده خدا با چه مصیبتی خودش رسون با یه پرواز توی استانبول دوباره یه بلیت دیگه به انگلیس. واو. خب امرجنسی زیاده دیگه، فقط ما که نبودیم. حالا تو فکر کن یکی مریض داره، به مریضش از اینجا میخواد ببره یا مریضش از اون میخواد بیاره. در کل این چند بار تو پرواز کسی که 4 بار. واو. اصلا قبل این اتفاق یه بار زنگ زدن به من که گفتش آقا اتریشی اصلا نمیاد دیگه، اصلا اتریشی کنسله. قبل این اتفاقات اصلا که گفتش آقا باید بشه استانبول فرانکفورت گفتم باش ما چاره نداریم. بعد که این اتفاق افتاد که کلان اصلا کنسل شد که شد به این قضیه. حالا انشالله که قدمش باید خیلی واسه زندگی تو همه چی شوکه باشه. یه بار ولی تو تورنتو بی‌تعارف باید بیای در مورد چالشایی که توی خود تورنتو داشتی. چالشای زندگی توی 6 سال. میدونم که تو زندگیت واسه خودش داستان‌ها چالشه. آره چالشای زیادی داشتی و کلا تو قشنگ سیستم زندگی هر برهه‌ای یه چالشی در واقع ما اینجا. این قول ازت میگیرم که یه بار باید بیای تو برنامه‌مون. بعد یه بار راجع به پیار گرفتنم برات توضیح بدم که اون خودش 2 سال طول کشید. میدونم دادا همینقدر دیگه توضیح زیاد نده که یه بار دیگه قراره کنم یه برنامه دیگه. آره برنامه دیگه است. ولی باید بیا چون میدونم حالا بس خدا رو شکرم واسه خانواده منم واسه خانواده تو حالا بلیط اوکی شده و دیگه این استرس خود کم بشه. ببینیم حالا همه چی یه ذره اوکی تر شه. اونجا مملکتمون رو دوست نداریم. آره اصلا اتفاقی بیفته. دوستامو حرف خوش صحبت کنیم اینقدر استرس دارن چون این درآمده هم دیگه نمیاد چون این آسمون پرواز نداره دلار رو نمیره. دلار کار کسی خرید فروش میکنه. کالا اصلا کالا نمیره بیاد، همه دست نگه داشتن. یه چیزی افتاده توی بازار، یه چیزی افتاده توی بیزنسه که آقا امشب میزنه خب پس نخرید، فردا میزنه خب پس نفروشیم. بازار قفله. انتخابات فردا انتخابات امریکا، بین این دوتا کاندیدایی که هستن میگن اگه این بیاد فلان میشه، اگه اون بیاد بیسار میشه. نمیدونم باید بریم ببینیم چی میشه. خب همین دیگه کم کم جمع کنم برنامه. فهم میخواستم یه این داستان رو تعریف کنم چون داستان بامزه و عجیب غریبی بود. داستان 2 ساعت برنامه است دقیقاً. آره به قول MP3 MP3 کردیم و اون استرسه میگم استرسه. خیلی استرسه. بلیط عوض کردم بعدش هم این که تو نمیتونی میگم خودت باشی. یه بحث این که مادر پدر چون تو فرودگاه گیر کنه زبان اونقدر بلد نیستن. انشالله دفعه بعد برنامه راجع پزشکی کانادا بسازیم. به اونم خواسته خودش. آره دیگه جزو چالش‌های خود تورنتو. حالا چالشی رسیدن خانواده به یک طرف، چالشی درگیری با بیمارستان هم به یک طرف. که چه اتفاقاتی افتاد تا این بچه به دنیا. I told my friends